افروسیاب پهلوان کی زاده همین دیار است خواستیم با همین شخص نامدار یک صحبت گذرانیم. افروسیاب پهلوان 20 ایولی سال 1992 در دهه یکخانه جماعت دهاتی رودکی شهر پنجکند به دنیا آمدند. او فرزند برهان پهلوان می باشد. مکتب میانه را در زادگاهش دهه یکخانه ختم کرده است. افروسیاب پهلوان عائله‌دار صاحب 2 فرزند می باشد. او در تمام مناطق جمهوری امان و بیرون از آن هنرنمایی ها کرده وطن عزیزمان را معرفی کرده است. سلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان محترم. امروز ما با یکی از معرفگران همین وطن و همین دیار همین وادی افروسیاب پهلوان فرزند برهان پهلوان خواستیم که یک صحبت آزاد و صمیمی کرده باشیم، زیرا که این شخص هم معرفگری دهه ارتوچ، هم یک خانه و مداره، هم شهر پنجکند، وادی زرافشان، ولایت سوبک در آخر جمهوری تاجیکستان می باشم. اولا السلام علیکم افروسیاب پهلوان، من یک جان تشکر میکنم که سخن ما رو رد نکرده در برنامه ما اشتراک کردید. میخوام سخن رو به درازا نکشیده با سوال هایی که مخلصان شما برای ما پیشنهاد کرده بودن گذشته باشم. استادی شما در جاده پهلوانی کی است؟ سلام علیکم. هر کی به استاد کرد آغاز کار بار او ندارد اعتبار. استاد من در جاده پهلوانی البته که اول پدرم برهان پهلوان، بعدا ایشان پهلوان، فرمان پهلوان، چون که من در اینا بسیار چیزها رو آموختم. از اون جمله شاگرد خود کی را میشمارید؟ شاگرد برآوردگی است؟ برآورده شده بود؟ برآورده ایستادم خدا خواهد ان شاء الله. جای مارا کردوسین در آینده با میخوام که شاگردای نو به نو برورم. از کدام سال پهلوانی رو سر کرد؟ من از سال 2010 اسب گرفته میگشتم همچون اولاخوابه. سال 2013 فرما کردم، بزکشی کشته دوام کردم، دوام دادم بزکشی. اسبی دوست داشته شما؟ من اسب نغز همیشه دوست می‌دارم. اسبای نغز بسیار هستن. چون اسب ایادگیرش فرقش بسیار. اسبی دوست داشته من 2 تا 3 تا اسب نغز بود. یک تا حاجی سهراب اسب نغز بود. اسبی ظفر رهولوف از شهر پنجکند، علاءالدین با اسب نغز بود. اسبای نغز بسیار بودن. میدونید هر یک شخص در ساحه خودش یک چیز رو میفهمد. بیم چه خصلت دارد اسب نغز؟ این اساس رول اسب بازی میکنه. که اسب نغز باید بلنگیش گوش کنه، پهلوانش لجام کتی هایکنی بالای بز رود، بز رو گرفتی برامده رود طرف ما رود. یعنی اسب نغز میگن همه جهت روش دیدن کن. بزکشی بود که در خاطر شما نقش بسته باشد و فراموش نشونده است در حیات شما ده؟ البته این بزکشی شدگی در ولایت سوق شهر اصفهان من با همراهی استادم در اونجا بودم. مخلصا بسیار بودن، از پنجکند بسیار مخلص رفتگی بود. در همونجا این بزکشی خیلی نقش برای من ماند. در اونجا من سالم کلام سزاوار شدم. سالم یک تا شتر و یک تا توی. یعنی سالم کلانترین شما؟ سالم بله، سالم کلانترین بود. از جمهوری تاجیکستان برون در یگان مملکت ها هم هنرنمایی کردگی است؟
بله من در جمهوری ازبکستان بسیار هنرنمایی خوب کردگی هستم. در ولایت جیزخت، ولایت سمرقند، ولایت قشقدریا من در همان ناحیه‌های همونجا رفته معرکه کردگی هستم و یاش هست ویدیوهاش همش پکتاش کردیم. با اسبای تاجیکستان یا با اسبای خودی؟ نه اسبای خودی هم ازبکستان کردیم. سالین یکمین شما در حیات یکمین مرتبه در حیات سال 2011 بود در جماعت دیهات رودکی قشلاق پنجرود در همونجا من یکم چی سالی یک گلیمو 50 سومی 100 سوم پول بود یکم این خیلی برای من وقت خرسندی بود. بغیر از بزکشی چی مشغولیت ها داره در حیات؟ عموما چی؟ من بغیر از بزکشی من اسب رو ناز بینم چون که من بغیر از اسب دیگر یکم وی ندارم. خیلی کوهوردی هم ناز بینم کوهگردی. عموما برای پیشبرد زندگی شما بغیر از پهلوانی باز با چیکار مشغول هستید برای پیشبرد زندگی؟ ما اصلا با چرواداری مشغول هستیم. من بابام دادم بابا کلانم همیشون چوپان آمدگی چوپان از سوار هم خیلی آمدگی. من وقتی که بزکشی نیست من کوه میبرم چوروا میرم 10 مرده میباشم مالبونی میکنم. البته برای همین گفتم که کوه ناز میرم کوه گردی هوای تازه. این هم یکی از همون از اجدادان تو موندگی میراثی است نه؟ البته. بغیر از پهلوانی باز چی هنرها داره؟ بغیر از پهلوانی دیگر هنرهایی وی ندارم. خیلی همین یک تیشه کرده ایستیم خدا خواهد. هر یک پهلوان هر یک آدمی که شخصی که موفق شدگی است با خود یک باوری دارد، با تن و جان خود باوری دارد، با قوت خود باوری دارد. در دایره پهلوان های وادی زرافشان بود که رقیب ارزنده خود میشمارید برای خود؟ پهلوان از پهلوان زیاد است. پهلوان های نغز بسیار هستند در وادی زرافشان. از آن جمله اسمت پهلوان، جهان پهلوان، جوهر پهلوان، مولان پهلوان، ظریف پهلوان، بابای فخر از ارمیتن. اینا پهلوان های خوب می باشند. عزت پهلوان نغز برآمدگی هر یک از جای خودش که اینا مخلصا به او میتن. آیا یگان مراتبه جراحتی وزنین براشتگی هست؟ من این مسلم است که در هر یک بزکشی جراحت های خرد هستن، اما جراحتی که وزنین براشتگی هست دونه در بزکشی؟ آره در بزکشی بسیار جراحت من براشتگی 2-3 مراتبه جراحت وزنین براشتگی. یکیش در خاطرم میماند که در شهر پنجکند بود وقتی که سالیم پولش شتر بود $500. در همون وقت من بزرگ گرفتم دستام رک کشید. دویم بار گرفتم با همه خیل شد. آمدم بیرون یک دم گرفتم با گشته رفتم گشتم سالیم با گرفتم آمدم خودم با اویرین بودم تکه وزمین بود گرفتم آمدم. وقتی که تماشابینا شتگی تکشون که گذاشته بودم که یک بچه برامده یک سنگتی زد. حالی همجا جراحتش هست زد و منم اهمیت دادم دیگه. هم که رفتن گرفتم خون فرامد همه جان خون شدن گرفت. اخیر رفته اسبم غلطیفت با همین کتی بوزم غلطیفت برآمدم و بزکشی پیشانی بستم با آمدم بعدش باید دیگه معرکه کردم و خیلی شده بودم جراحت 2-3 بار جراحت های وزن براشتگی من. بسیاری ها در اون نظر هستند که برای چی افراسیاب کم در غضب میشود در دنیای بزکشی؟ این غضب دشمن آدم است. باید آدم غضبناک نشود. تو غضبناک میشوی اونجا خودت به زیان میبری پریجیوت میکنی. روی پریجیوت که گردی دیگه کار کردن دشوار میشود. پهلوانی رو شما در چی میبینید؟ پهلوانی نه بلکه بزکشی علاقه تاخته آورده بوزه معرب پرسته نیست. پهلوانی باید آدابی نغز داشته باشی، رفتاری نغز داشته باشی، باید مخلصا کتی پهلوانا کتی آدابی نغز داشته باشی. این یک پهلوانی خودش. بسیاری مخلصان شما رو با یک کتازی میشناسند. برای شما یک کتازی مشکل نیست؟ یک کتاز بودن یعنی کن مشکل نیست برای من چون که من همین به عادت کرده آمدم تاخته آمدم. من زیاده از 10 سال شد که من الاغ تاختم. من اونجا یک کتازی آمدگی همین یک کتازی کتی خیلی خدا خواهد پیش میکنیم که همه خیلی رویم نه که دلششم آینده به
یکتازی قیمتر می شود. برای همین من شاگرد برآور هستم. خدا خواهد دادرم هست، بچه انبم هست. همین وقتی با یک 3-4 شاگرد دیگه می برارم ان شاء الله. باید اکنون همین باید بوسکشی دیگه نبود. توپ میتونی دیگه آلیانتور میکنم میگم ازبکیش با همین خیلی باید خود دانش هم چیزی که شود هم خیلی میرونده. خیلی شده رفت روز خیلی شده رفت من خیلی. شاگردانتان ژاندارمزم و لایق در نظر دارید. در بوسکشی چی نیرنگ ها هست؟ از کدام نیرنگ ها شما بیزار هستید مقصد؟ چی نیرنگ ها هست در بوسکشی؟ در بوسکشی بسیار نیرنگی ویم نیست. بوسکشی زور گیته میبیاد. بوزه گیر بیا معربه پرتو دماغی چاق کتی را. بوسکشی همه خیلی. نیرنگوش هم هست. خواهی نیرنگ چلبور میگم بیلک چلبور میگم من نکردم. حوزه خدا خواهد نیست شده رفتگی همون چیز. تمام دیگه نیرنگی ویم نیست. گیتا وارن کرد. برای من سوال دادن که بیزار صحبتم آزاد باشد. چی سوالی که دادم من میخوام پیشنهاد کرده باشم برای چی اسب‌های دره خودتان رو نمیتوزید از دهه ارتوش پنجرات همون همون جانب‌های خودتان رو برای چی اسب‌هاش رو نمیتوزید شما؟ من میتوزم البته اسب‌های دره خودم اسبی نغز باشد میتوزم نمیتوزم. اینجا میدونید شاید که این سوالا یکم خیلی فکر کردگی هستن که یکم جهتی غرضناک است. من فکر میکنم اگر اسب نغز باشد البته پهلوان میتوزه. نه اینجا غرض نیست اکو. میتوزم البته میتوزم. اسب نغز باشد اسب نغز باشد میتوزم. میگن که بار ندیده ایم که از دستی پهلوانی که از دور گرفته اومدگی است شما کنده گرفته باشید. در همین موضوع رو هم شرح میکنید زیرا که این موضوع هم موضوعی مهم است. چون که این موضوع بسیار موضوع خوب است. اگر یک کس مهنت کرده بوزه باروشه گیته میبیاد یک کس دیگه میرد بوزش میکند میگیرد میرد و یک موبایل میگفتن که لاشه خور. برای همین و کاری نغز نیست. برای همین و مهنت کرده میبیارد این کاری نغز نیست. من این کار رو نکردم این نمیکنم خدا خواهد. مردمگی نیست این کار. این با یک قول مهنت دیگه کسا نسوزون میگه نه؟ مهنت دیگه کسا سوزون نغز نیست. هم بیچاره مهنت کرده میگیرد. همون کشمکش ها و زنوزنی ها و رقیبی هایی که در درون بوسکشی می شود با حیاتی بیرون از بوسکشی شما پهلوان ها هم خلالدار می شود یا نیست؟ نه در بوسکشی البته ما در بوسکشی رقیب هستیم بیرون از بوسکشی رفیق. بیرون از بوسکشی ما بعد چیزی که شد در بوسکشی حتما وی رو در همونجا ماندن در کار. بیرون از بوسکشی وی برآوردن در کار نیست. ما بیرون از بوسکشی ما میشینیم یک جا بعد بوسکشی پهلوان و یک جا میشینیم میخیزیم توی معرکه‌های دیگر میرویم در دل کینه نمیگیریم. رو بیا دورتون. رو بیا داریم در دل کینه نمیگیریم. خودش مردانگی همین است. باید در دل کینه نگیریم. عموما در داخل اوراق زنوزنی و همون در درون توده اینقدر کشمکش ما مخلصان از بیرون تماشا میکنیم ده یک دهشتی زنوزنی هم به فکرم میشد اونجا حالا و حق خیلی اونجا گفتیم که رقیب اونجا با ساید با شکار کسی گیرد خیلی اونجا همه خیلی اگر یگان دوستی که از بوسکشی بیرون هم نشین هستید هم خیز هستید دوست هستید رفیق هستید در داخل بوسکشی از دست شما بوزه رو کنده گیره خفه میشوید یا نه خفه نمیشم چون که این بوسکشی است. این بوسکشی است. بوسکشی است خفه نمیشم. نه که کنده گیره خفه نشوم. کنده گیرم البته خفه نشوم. اینش هم نگفته نماند که بوسکشی این یک وای دارد خودش به اگر از من نگاه کنم که اول اسمت جهان بعد دیگرش خیلی که بوسکشی وای نمیشه از روی روی خط نمیشه بوسکشی که بازی است باید دیگر میکشن اون خفه شدگش در کار نیست. باز مانند به همون سوالی پیشینه میگن که برای چی شما اسب کمبغل ها رو نمیتوزید؟ نه من میتوزم.
دو سه تا اسب کم بالا میتوزم تاختم و تاخته ایستادم. عموما من از فکرهای شما به خلاصه آمدم که اینجا گپ درباره کمبغلی بایگری نمیرود، از اسب وابسته است. از اسب وابسته است. اسب خوب باشد البته میتوزم و این بای مینی کمبغلی فرم داره برای من. بسیاری از مخلصان شما میگن که ما در داخل دوره مخلصی میکنیم، صدا بلند میکنیم، جیغ میزنیم، برای چه افراسیاب نگاه نمیکنن؟ این بسیار سوال عجیبی است که همونجا میداره بوزکشی هست اونجا. وقتی که در اومدید بوزکشی میکنم گفته فکر و خیالتون فقط بوزه گرفته روان مخلصا دماغش چاق شود. بسیاری مخلصا بعدی اولاغ میبرم میگن که ما هایی گفتیم شما نگاه نکردید. البته در اون وقت اینجا خیلی تماشابین بسیار است و من کدومی وی آوازش میفهمم و کی اینش افراسیاب اینش افراسیاب و خیلی کنم اگر در هر یک سوال گپی و جواب دیم اگر اولاغ میرود اولاغ وقتش کم است 3 ساعت 4 ساعت مثالی که من برای همین خفه شدنشون در کار نیست. سلامت باشید. وطنداری رو در چی میبینید شما؟ آیا میدونید من در نظر دارم این برنامه ما یکی از همون شاخه های برنامه‌ای که درباره ارتوش دهه ارتوش یک خانم مداره که وطن شما از زادگاه شما است که در رویه همون برنامه این برنامه رو ما برده ایستادیم. آیا افتخار دارید شما از وطنتون که از همون جا هستید؟ چی گفتنی هستید برای همدیگران برای مخلصانتون؟ البته فخر میکنم که من از همون جماعت و از همون دهه ارتوش یک خانه مداره هستم. برای من یک فخر است. من میخوام که همه جوان مردم برون همه کسبی بوزکشی دوام تیان در آینده. بیزار در هر یک ساحه یک شخص موفق از هر یک دیگه برای نامبرداری همین دیار و وطن شون. سلامت و سربلند باشد. بعضی ها شوقمند همون خودشون پهلوان میشن، بعضی ها اجدادان پهلوان هستند، بعضی ها گفتیم که یگان کس مجبور میکنه. شما چی وادار کرد که پهلوان شدید؟ من اصلا این پهلوانی به من میراث آمدگی، چون که من دادم بابا کلانم 4-5 پیشتمال پهلوان آمدگی. بعد همین منم شفقم بود میخواد پهلوان شدم. همون اجدادایی که شما پهلوان گفته ایستاده بگذار نامشون رو درج کرده گذارید که با به نسل‌های آینده شما همون نامشون مونند. پدرم برهان پهلوان، بابایم حاجی علی شاه، باباشون دادای حاجی علی شاه برهان، دادای برهان اشیر قاچر. در جوده پهلوانی شما طبیعی پهلوان روی دیگه هستید یا که با ورزش هم مشغول میشید؟ اگر تیاری میبینید پیش از بوزکشی ها من نمیدونم یا اینکه او در عموم تیاری دیده پهلوان شدید، یگان در سوی ورزش هم یگان نزدیکی داره دنه؟ البته من استادم هستم. میگویم که هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم، ها مرید شمس تبریزی نشد. من البته استادم هستم ظفر رولوف، کس بسیار من تمرین های نغز دادگی هستم. قریب 1 سال زیادتر، قریب 2 سال من تمرین دادگی هم کس. من شاگردی هم کس می باشم. اون شما با ورزش هم مشغول هستید؟ البته بی ورزش نمیشه. وقتی که شما داخل بوزکشی میشه میدان میشه تصور کردیم که شما در اومدید، پهلوان ها از تمام جمهوری آمدگی هستن، از بیرون از جمهوری آمدگی هستن، شما یگان نمود ترس، هراس، هیجان، دل ناپوری فرا میگیرد یا نه؟ یکمش این که ما عادت کردیم، دویمش این که ترس و هراس وجود ندارد. اگر ترسیدی بوزکشی کشیدن نمیتونید. ما اونجا میداریم دل پرکتی، میخواهیم که بوزکشی کشیم، مخلصای روحیتشون بلند برداریم، یک بازی خوب نشون دهیم. همین است. و وقتی که با یک چیز دیگه نگفته نماند که شما مقصدتون بوزکشی کردن که بوزکشی نغز نشان دادن کرد، چون که یک مقال هست که گرگ سایدش بیندگه فقط بی‌طاقت میشه، چون که ما هم بی‌طاقت میشیم وقتی کی بوزکشی سر میشه گفته بی‌طاقتی میکنیم. ترس و هراس وجود نداره. دستی من کشیده میگیرن خیلی گپا نیست. پس برای این چیز سوال به میان میاد که پس برای چی به هر یک همون روز مثلا در هر یک مره هجوم نمیکنه؟ چون که در بوزکشی بسیار ویا هست. اونجا آدم مانده میشود،
4 ساعت 5 ساعت اونجا بزکشی میکنید. در هر یک تیوای و حرکت کردن نمیشود، قوه هم نمیماند. 4 ساعت 5 ساعت قوه در کار. این قوه در کجاست؟ در یگان جای یگان مسابقه ورزشی ندیگه که 4 ساعت 5 ساعت بزکشی کنه. بعد من فکر میکنم اینش هم هست که اگر شاید جواب من خطا باشد، اگر به هر یک بوز حمله کنید آبرو هم نمیماند. کنیش نه، من گفتم که این بزکشی یک آداب و ترتیب دارد. یک تا بردید با یک کسی دیگر آدابش که دیده از مثال که گوش نبرین هر یک تیوای به هجوم کردنم خودت قویت باید نگاه داری. یک وقتی در کاری میشد همون قوی همونجا استفاده میبری. در هر یک تیوای اگر خمون راست شدن روی مانده میشی دل چی کار کردن نمیتونی تا آخره. بعد برای من گفتن که از اون وقتی که بزکشی میکنید حتی چی اعلام شدنی سالم رو هم نمیفهمد آدم. بسیاری وقت نمیفهمی. نمیفهمه. بسیاری وقت نمیفهمی. اهمیت هم نمیدی. فقط شوق و رغبت. فقط شوق و رغبت بزگیرم تمام. یک تا مهره کنم. هر یک پهلوان باید شاگرد برورد به خودش خاص. گفتم که من یک پهلوان از جمهوری ازبکستان اون کس خالق الپهلوان از دهنه هستم، اون کس که اون کس هم به حساب استاد میشوند. یک چیز گفته بودن که پهلوان باید شاگرد برورد. دویمش این که اسب تربیه کند. پهلوان باید اسب تربیه کند. اسب یک تربیه کند که اسبا در بزکشی پهلوانا اشتراک کنند. برای همین باشد هم شاگرد و هم اسب تربیه کند، نه بلکه هم یک پهلوانی خالقالی. خیلی نمیشه باید یک چیز میراث مونده رفتن کار در بین بزکشی همین کسب و کاری که شما بزکشی دوام میدید باید یک شاگرد تربیه کنید. در جاهای خودش پهلوان کم است در پنجکین ایمینا. برای همین مردم اخیرش خفه میشن که اسب بردیم سور نشد. بعد خفه شدن کردن چون که دستمون نمیرسد، زور ما برستگیش میتازیم. آدمان آهن نه مثالی که 5 ساعت 6 ساعت اونجا رقابت میکنید و بسیار زحمتی کلان میگیرد. برای همین باشد ما میخواهیم که در آینده پهلوانای یاش برایند، پهلوانایی که حاضر تاختاسین باید شاگرد تیار کنند. اسبایی که مردم تربیت کردن باید اسبای اونهای مسابقه ها به دوانده نامبرداری همین پنجکین تو همین دیار و همین تاجیکستان باشن. من باوری کامل دارم که در وادی زرافشان، مخصوصا در وادی زرافشان در نظر دارم خیلی شماره زیادی مخلصان دارد. من اولا همین با شما صحبت کردم و با خواهش زیادی مخلصان شما اصلا عزم کردم که برنامه رو پیش برم با شما. من میخوام با همین برنامه رو با شما خاتمه بخشم و شما یک جان تشکر که سخنی ما رو رد نکردید. برای مخلصانتون، برای برنامه جالب شدنی برنامه ما در برنامه ما اشتراک کردید. در آخر پرسیدنی بودم که آیا یگان نوارهای برنامه ما رو تماشا میکردید و خلاصه شما از برنامه ما؟ این برنامه شما بهترین برنامه است. من میخواهم که شما در آینده همین برنامه تون رو انکشاف دید، با دیگه پهلوان ها صحبت کنید، فکرهای اونها گیرید. بسیار فکری برنامه شما برنامه خوب می باشد. همین فکرتون رو دوام دهید. سلامت و سربلند باشید. در وقت قیمتی خود رو دریغ نداشته و با ما بودید. ناگفته نمانم که افراسیاب پهلوان هستم، معرفیگری وادی زرافشان، جمهوری تاجیکستان، فرزند برهان پهلوان هستم. نوارهای ما رو پیگیر باشید. سلامت و سربلند باشید. یک جان تشکر. رحمت اکبر جان. هزار رحمت. گرم نیست. هزار رحمت. معلش. صبح بخیر دوستان عزیز. ما همین شب قریب ساعتای 10 آمده رسیدیم. همه خیلی شلپر و شلق شدیم. راه که نمیدونستیم همین کوهچه بریم همین نکشه بریم. خیلی راه بود است. نخورید. شب ناز خور رفتیم. سه کس در درون یعنی این پلاتکچی یعنی این برادر عزیز ما که یاردم کرده بر اومده بودیم. باور کنید ما اصلا نمیخواستیم که یک دردی سر شویم. هم در اون نفرانی که از پایان دو نفر خر آمده بود چپان یافته بالی همونو پرافتگی بودیم. اونو نمیدونم کجا رفتن. اگه شاید در نوارا دیده بعد میگن که ما کجا بودیم و چه خیر بودیم. شب تا نیمه به هوی کردیم، هر چند آواز کردیم نیافتیم. در این گرد و اطراف از هر کجا آمدگی هستند برای تماشا. من این طرف در پس منظری من دیده این 10-12 نفر از روسیه از شهر مسکو بودند. در آنجا یک دو پلاتکه دیگر است از تاجیکان خودمون از شهر دوشنبه بودند.
дар ин тараф як ду се фонарик метоф. Умуман як ҷое ҳаст ки бисёриҳо омадаву шаб палатка задаву дам мегиранд. ана акнун роҳа давом метем, камакак аз ҳамин ҷоҳо навор мекунем, роҳа давом метем. шаб хунук мехӯрдем? Не? ҳалоки буром дастан? Хунук буду хай. Ин капу буд гарм буд. Ин ава бихат тошна хунук мезармад. ҳама хеле як рӯзамо хуш гузашта истодааст алҳолия. ана акнун бояд давом мететон, мо мегузарем худохат кӯҳи як ағбаи дигар гузашта кӯли аловидӣ мефурем. اون جاهای هم یک نوار کرده و تماشا میکنیم برای شما پیشکش میگردونیم. Давай. На инстаграме позвонит. Отлично, давай. Только много не звони. Не мешай. А? Малей. Хайнеги. صديق بودمه قدری یاری خشتم دانستمه تا بقای عمر صدیق بودمه Подожди, да, я сейчас подумаю, как. Хорошо. دوستای عزیز اینجا دو مهمون از اسرائیل هستند. ما لفظ اونها رو نمیفهمیم. یعنی برادری عزیزی که دیروز باز با ما بودن زبان انگلیسی رو خوب میدونستند. اما کم کم میخوای پریمیر نفهمیده ایستاده بود که نمیدونم که در کدام موضوع گپ رفته ایستاده است. خواستم که یک دو سخن درباره تاجیکستان گفته باشند. حاضر من از برادر خودم خواهش میکنم که از اونها پرسن، اونها جواب میتین، بعد فهمیده گیرید. اگر کسی انگلیسی رو میدوند خودتون فهمیده گیرید. Только скажите, как не сожалели ли приехав в Таджикистан? Как им Таджикистан? Да, хорошо. So Umid asked, what do you think about Tajikistan? Was it a good idea or bad idea to travel over here? And what do you think of it? Okay. We are Yuval and Noga. We are from Israel and we are traveling Tajikistan for 1 month. We are now a week or so in the Fan Mountains and then we will go to the Pamir. So far it's been beautiful. The views is like amazing, the best, and the people are so nice. Everywhere you go, the people ask you to come for tea, to come to eat, and everything. And also it's very authentic. Like people are up in the mountain with their sheep and goats, and it's we are liking it a lot. There's a lot of water. When in Israel we don't have that much, so it's very special for us. Every little spring. Thank you, Tajikistan. Спросите, никто не обижал их в Таджикистан? So
Have anybody teased you in Tajikistan or something? No, so far everyone was Was really, really really nice, and we had no problem. And also without knowing each other languages, it was really easy, like, to communicate with the people and Have a great time. Yes. the nicest people. Только осталось два вопроса. Впервые ли они в Таджикистане? Is it your first time in Tajikistan? Yes, it's our first time in Tajikistan and all the area. So all Really, stands. All Yeah. stands, yes. After But we we'll start go- here. We start in Tajikistan. Okay, okay. Последний вопрос. Как посоветовали ли своих этих Посоветовали ли бы они Другим, своим согражданам приехать сюда, да? согражданам? Да? The question is, will you suggest your Friends. friends to go to Tajikistan? Of course we'll suggest them. Our friends love to hike and it's a great place to hike, and also the nicest people, and it's nice to know the other culture that we didn't know like at all. So definitely recommend it. Thank you very much. Welcome to Tajikistan. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо. Помогли. ана мардуми азиз, мо ба саргаҳи ҳамин перевали ағбаи байни Аловиддину Кӯли Калон омадем. Қариб дар сатҳи абрҳо қарор дорем. ҳаво хеле хунук аст. либосҳои мо номусоид хунук хӯрда истодаем. борон инҷоҳо тахмин таваккалӣ бетайёрӣ набиёед. ҳаво сахт хунук. подъем хеле баланди кӯтали. Хеле баланд. Сколько метров сказали здесь? От уровня моря, да? 3800 метр аз сатҳи баҳр дар баландӣ қарор дорем. хунук аст, хеле хунук аст. шамол ҳурра задост. ва бо шумо мардуми азиз худоҳофизӣ мекунем. ками моро ба ҷои мӯл бинед. камбудиҳоро ба назар нагиред. ва ногуфта намонад ки аз деҳаи Артуч бародари азизи мо Ҳобилҷон, Қобилҷон, Хусрав ҳамсинфи азиз, Каюммарз, акои Хусрав, устод Сафаров будан, Кишвар ҳамсинфи ман, Интизор аст ҳамсинфи ман. як ҷаҳон ташаккур ба ҳама якояки шумо. ман Кӯли Аловиддин аз ҳамин ҷо бо мардуми шарифи Артуч хайрухуш мекунем ва ассалому алайкум мегӯем ба мардуми минтақаи Аловиддин, яъне деҳаҳои Пасруду, Шурмашку, Марғзору, Пиньону, Кантею, боз агар ягон деҳаи дигар монда бошад, салому алайкум. ва аз мардуми Артуч хоҳиш доштам ки ба канали мо ҳатман аъзо шавед. ҳамин гаштанҳо ба он яке аз мақсадҳои мо ин аст ки ба канали мо аъзо шуда бошед ва мо тавониста бошем ки дар водии Зарафшон як канали муваффақу музаффарро ташкил карда бошем. ва ногуфта намонад ки наворбардор ҳастам, аксбардор дар тӯи маъракаҳо, дар ҷашнвораҳои мактабӣ хизмат мекунам. ҳатман даъват кунед. агар гӯед ки ин ҳоло кам аст, мо чӣ кор метавонем кардан ба замми меҳнатҳову хизматҳои ту, дар ҳамин картаҳое ки дар зери экранҳои худ мебинед, саҳми хурдакаки худро гузоред. тансиативу хонаободии осмони софу беғубор дар болои деҳаи шумо ва дар болои кулли Тоҷикистон ҳувайдо бошад. як ҷаҳон ташаккур ки имрӯз бо мо будед. ва мардуми азизи ҳамин дараи Аловиддин, мехостам бо шумо салом алейк кунам. таи 2 рӯз аст ки мо беис роҳ гашт истодем, аз кӯҳҳои Вота баромада дирӯз деҳаи Артуча убур карда омада то Кӯли Калон расидем. ин сари аз Кӯли Калон баромадем. мана аз перевал мефарем. худохоҳ ба ҷониби шумо. бегона нестам, худамро шинос мекунам. умед ҳастам аз водии Зарафшон, аз ноҳияи Панҷакен, аз деҳаи Дашти Қозӣ наворбардор ҳастам, аксбардор, дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунам. ҳатман дар тӯйҳои худ, дар маъракаҳои худ даъват кунед ки биёем хизмат кунем. моро ҳамин ҷо интизор ҳастанд. як бародари азиз Муҳсинҷон Орипов аз деҳаи Пасруд интизор ҳастанд.
ташаккур мехонем ки моя даъват кардан, таклиф кардан, гуфтан ки ҳар чи хизмате ки бошад мо тайёр ҳастем. ҳозир агар насиб рӯзӣ кунад бо онаҳамон бародар во мехӯрему як наворои ҷолиб шояд ки кунем.